پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون بادبیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بدست. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دادش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بدی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس. چشم دریا دیگر است و کف دگر، کف بهل وز دیده دریا نگر. جنبش کفها ز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریا نی عجب. ما چو کشتی ها به هم بر می زنیم، تیره چشمیم و در آب روشنیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. آب را آبیست کو می راندش، روح را روحیست کو می خواندش. موسی و عیسی کجا بد کآفتاب، کشت موجودات را می داد آب. آدم و حوا کجا بود آن زمان، که خدا افکند این زه در کمان. این سخن هم ناقص است و ابتر است، آن سخن که نیست ناقص آن سر است. گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو. ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت بچسبی ای فتی. بسته پایی چون گیا اندر زمین، سر بجنبانی به بادی بی یقین. لیک پایت نیست تا نقلی کنی، یا مگر پا را از این گل برکنی. چون کنی پا را حیاتت زین گل است، این حیاتت را روش بس مشکل است. چون حیات از حق بگیری ای روی، پس شوی مستغنی از گل می روی.